بکس یوتیوب، به بکس یوتیوبش چقایه. من آقا ما امروز قرار شد بریم یه جای جدید که تو تهران اولین باره که این مدلی جدیده. حالا تو بگو چه سبکیه؟ آقا داریم میریم یه کافه خیلی باحال که اولین کافه مربای تهرانه. تا حالا اصلا یه همچین چیزی نداشتیم، یعنی فکر کنم دیگه تو تهرانه، یعنی تو ایرانه دیگه. آره بعد خیلی باحاله، هم دکورش باحاله، هم منویی که داره باحاله. حالا قراره بریم ببینیم که شقایق میخواد اینجا تولید محتوا کنه، بعد بریم ببینیم چه جوریه. میخوایم نظر واقعیمون رو بگیم، ببینیم مرباش خوشمزه هست یا نه. توی خیابون بهشتیه. الان ما دیگه در مسیر هستیم، 17 دقیقه دیگه اونجا بهتون میگیم که چه جوریه. پس با ما همراه باشیم. خب ما رسیدیم اینجا، سفارشی که دادیم پودینگ بود با یه عالمه مربا و اینا به همراه چای. حالا خوراکیامون برسه بهتون میگم که خوشمزه بود یا نه. سلام به یوتیوب مارال. سلام به یوتیوب مارال. رسید بالاخره. اسمش چی بود؟ این بعد چند بار میره تو حالتهای مختلف گفته این همه مدت قرن نخوردیم، الان اومدیم همه بعدا هم دوباره به هم میرسیم. اینجا الان موزیک پلیری کپی رایت میخوریم. آقا ببخشید موزیک بس اینقدر شد بعد من گوشیم چرا من چه بهتر اینجا خونه انگار که مرباش خوشمزه است. این چیزا رو یادت میاد بچه بودی؟ نونای کوچولو حالت نون توست کوچولو بود. انگار از اوناست با مربای دست بزن. دامن خیلی خاص نیست. مالا گوشتم نبود. آره بزن یه شام هم نمیم بشه دیگه. برای شام هم جایی دیگه مواصل بریم. اصلا امتحان کنم یه بین نداریم شام محبت کردیم. این میگه که آقا ما رفتیم، من بعد یه هفته قند خوردم، الان حالم خیلی بده، ولی اون پودینگش تبو دارم. بیا بریم. آره ولی پودینگش خیلی خوشمزه بود. آقا من حال کردم باهاش، خیلی که مثلا مزه مربای تو خونه رو میداد دیگه. خوشمزه نبود که فکر کنیم. ببین قیمتی خیلی مناسب بود، به خاطر اینکه پودینگ قیمتش بود 122 تومن، چایی هم دونه 50 تومن با کوکی 55 تومن روش کوکی مربایی میمونه. دو نفر اون با هم شد 232. قیمتی خوب بود برای که حالا بیا یه دسر بخوری، ولی من و تو چون خیلی وقت قند نخوردم، من که حالت تهوعم بعد ترش کردم اصلا یه وضعی معده‌م من هر چند بار مامانم میگم وای دارم بالا میارم. فقط من میگم که قند خیلی خورد، من واقعا بدنم هم داره به هم میریزه، در این حد بهت بگم. منم همینطور. ببین ولی یه چیز جالب بهتون بگم، حالا دسر خوردن و اینا خوبه، ولی اگه خیلی اعتیاد به قند دارید پیشنهاد میکنم یه دوره 21 روزه چیز بردارید، یه دوره 21 روزه بردارید، حذف قند کنید. حذف قند مصنوعی ها بعد خیلی تاثیر داره، یعنی بعدش که قند میخوری اصلا میفهمی با بدنت تا الان داشتی چی کار میکردی. من قبول دارم چون این رژیم رو گرفتم و میدونم چی میگه و میگه من یه هفته قند نخورم الان حالم بده.
واقعا قند چیز مضریه. حالا خوبه چند وقت یه بار آدم یه کافه چیزی با دوستاش میره یه چیزی بخوره ها، ولی واقعا برای بدن ضرر داره. بیشتر مریضی ها از این قند زیاده. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم این که ولی کافش خیلی بامزه بود. آره، رنگ بندیاش ایناش خوشگل بود. اینجا رو باید دور بزن. ببین خب بریم کجا الان؟ بریم پارک سنتر. بریم پارک سنتر ببینیم. اوکی بریم پارک سنتر. عشق باشد رفیق. بعدایی تا من اینجا رو ورود ممنوع برم. نه شما اینجا دور بزن درست بریم. چرا؟ عزیزم نه والا. آقا ما رفتیم سانا هیچی نداشت، اومدیم مارال اعصاب نداره، نگاش کنیم شبیه کسی که انگاری از صبح هیچی نخورده ولی انگاری کاسه مربا خوردی. خوشگله. چه آشغالی بود دادی به من خوردم. من گشنمه. الان اومدیم پیتزای مورد علاقه رو بخوریم. بچه در انتظاره. یه ذره اعصاب دیگه نداره به مغزم نمیرسه دیگه همین. حالا من پیتزا رو براتون میذارم اینجا. پیتزا به راهه، مارگاریتا به راهه. اینم از پنجشنبه دخترانه ما. پیتزامون هم رسید. ببین این خوشمزه ترین پیتزاست. بی نظیره. آقا ما شامم زدیم. بله. چقدر چسبید و اینکه یه دونه گرفتیم چون که جفتمون تو حالت مثلا اینجوریم که کم خوری داشته باشیم، ولی نفری دوتا اسلایسش یه جوری سیرمون کرده. یعنی من تا اینجا منم خیلی سیرم با اینکه ما نهار نخوردیم و اینکه کلا از صبح همون مربا رو خورده بودم من، ولی باز اوکی بودم و خوشحالم از این قضیه که معدم داره جمع میشه. من هم خوشحالم ولی سردردم و نمیتونم. تو خیلی گشنه موندی واسه همون. الانم تو ترافیک پنجشنبه شبه دورا گیر کردیم تا برسیم به مقصد. اینم از پایان ولاگ امروزمون تا بریم برای روزه دیگه. بای بای. بای بای. هلو گایز، امروز اومدیم با همدیگه ورزش کنیم و شنبه است. تاریخ هم 1 2 3 دیگه روزیه که باید همه اتفاقای قشنگ بیفته. من که منتظر معجزه هم بعد از این و اینکه میتونم بگم که واقعا جزو قشنگترین چیزای زندگی میتونه همین چیزای کوچیک کوچیکی باشه. یه قورباغه دیدم مثلا وسط داشتم راه میرفتم دیگه. در کل همین دیگه. این فضاش هم بهتون نشون بدم. من سالهای گذشته یه پرسینگ زدم اینجای گوشم، نمیدونم تو فیلم معلومه یا نه، الان معلوم نیست بکنم. یه نگین خیلی خوشگل که کلی دوستش دارم، ولی متاسفانه یهو دیروز دیدم که نگینه افتاده. حالا الان تو راه برگشت به خونه بودم، گفتم خب نزدیک تجریشم برم اونجا یه پرسینگ جدیدم بندازم و اینکه واقعا اینم بهتون بگم که کار بابک خفن ترینه. من آخرین بار که گوش سوراخ کرده بودم برمیگشت به سال قلقلک میرزا که مثلا دبیرستان اینا بودم و گوش دومیه که سوراخ کردم مردم دیگه. بعد اون نرفتم تا اینکه دوستان گفت بریم با هم دیگه تندیس. بابک دستش خیلی سبکه، مثلا توی محاوره اینجوری گفتش. گفتم که اوکی دیگه. رفتیم و واقعا نفهمیدم که چجوری زد. خان برو دیگه، تو هم 1 ساعته داری ناز میکنی راه میری. دستقام ندارم، گوشیمم افتاد دیگه. همین. حالا الان دارم میرم که پیرمو بندازم بهتون نشون بدم قشنگیاشو. مثل اولاش تو عاشقم نباش، به یاد اون شبا که با تو حس تازه داشت، بیام به دیدنت. اومدم تندیس، بهم گفتن که یعنی صاف رفتم سمت مغازش، گفتم که چرا مغازه بابک نیست؟ بعد دیگه یکی از همکاراشون تو پاساژ گفتش که رفته طبقه پایین. دیگه منم رفتم پایین.
حرفی سخنی هیچی نداری؟ سخنه بعدش. بله. آره. ما ببینم دستت چقدر سبکه مثل قدیم. البته تعریفاشو کردم. راحت. ما هر چیزی میخوایم بزنیم میایم پیش شما. پرسینگم هم زدم. الان برم خونه یه نهار بخورم و بعدم برم پیش مارال بوتیک. من پرسینگ جدیدم. آقا دیروز من اومدم برم بوتیک ولی انقدر خیابونا ترافیک بود که زنگ زدم به مارال گفتم ببین من نمیتونم. دیگه رفتم خونه و به کارام رسیدم. الان اومدم باشگاه که بدوم، بعدشم میرم بوتیک. ببین رکورد روز قبلمو شکستم. فقط میتونم بگم داشتم میمردم. بعد به خودم وعده میدادم که الان میری آب میخوری خوب میشی و اما انجام دادم. میدونی هر دفعه یه تارگت جدید میذارم برای خودم. بعد واسه اینکه الان شرایطش ندارم که مربی دو بگیرم، کاری که میکنم اینه که اول 200 متر میدوام، 100 متر استراحت میکنم، دوباره 200 متر میدوام. این باعث میشه که هم برای خودم یه چالشی بشه که بدوام، همین که به خودم استراحت کنم. اما چیزی که مشخصه اینه که خوب ترکوندم. بریم برای ادامه روز. من رسیدم به وانیل خوشگل. بریم در رو بزنیم که مارال در برامون باز کنه. بعد الان یه جوری اینجا سرسبز شده اصلا آدم عشق میکنه. میبینه ببینید کیک میخونه. خانمم آمدیم. من رو بچه های یوتیوب آمدیم. تصویر میشه ازش گرفت. به به داره نهار ما رو آماده میکنه این دختر. خودت پختی؟ نه پس عمم پخته. ببخشید. گفتم شاید کنسروی باشه. وقت گذاشتم روز جمعه لوبیا پختم، قیمه پختم، قرمه سبزی پختم. چه دختری؟ فکر کردی من کیم؟ تو همه کاره ای. استانداردهای لازم رو رعایت میکنی. اینجا هم وانیل قشنگه که هرچی از خوشگلش بگم کم گفتم. دوستمون هنوز عصبانیه. اینم خودمم. هلو گایز. بریم برسیم به کارامون. من این کلاهارم خریدم، منتظرم که شارژ بشه بذارم رو سرم. دیگه همین. سعی میکنم مدیتیشن رو جزء روتین زندگیم بیارم به خاطر اینکه هممون خیلی بهش نیاز داریم. با پادکست این نقطه دارم شروع میکنم یاد گرفتنش به خاطر اینکه به نظرم هر کاری رو بخوای شروع کنی اول باید یه اصولش رو یاد بگیری. از اینکه که واقعا توی این کاره بعد مثلا خودت میتونی با آهنگای مدیتیشن، موزیکایی که مثلا صحبت توش نمی‌کنه، بعد خودت بری و انجامش بدی. کلا یه چیزی که در مورد مدیتیشن کار داشتم این بود که مثلا یه کار بیهوده یالا بشه چشماتو ببندی که چی بشه، ولی واقعا دیگه این مدت انقدر در موردش شنیدم و آدمایی رو دیدم که دارن مدیتیشن میکنن و چقدر تو زندگیشون خب یه غزله اینه که لباس دیگه میارن. اگرم پایین میشه استپ انجامش میدم به خاطر اینکه یه چیز دیگه ای هم که خیلی برام جالبه اینه که خیلی خودش راحت حرفاشو میزنه. فکر قضاوتی فهمید چی میگه، این چی میگه، اون چی میگه نیست. فقط خودم رو تجسم میکنم که الان توی این نقطه من تنها اینجام و کمک میکنه که واقعا قضاوت بقیه کم کم رو کاری که داره واسه بوتیک مهمون میاد. دیگه با مارال اومدیم میوه فروشی. موضوع دود فرنگی بخریم مهمونمون عشق کنه. اینجا هم میوه فروشی که بهتون گفتم تو درکه هست که هم آب میوه طبیعی میگیره هم میوه. اینجا هم مارال داره خرید میکنه. یه جوری شنگول اومد
گفتم این دوباره شیرین نقش شد. همشو با هم دیگه. ببین کیف که مال خودت انداخته رو دوشه. کیفو که فروخت. ما چیزی رو دست بزنی باید ببری. دست شما در باشن. خب من دیگه به هیچی دست نمیزنم. اون دست من ببری. بزنم. میدونستی امروز اصلا باشی فکر میکردم اینکه تا وقتی یه روتینی رو واسه خودت مقدر میکنی انجام بدی، حتی توی همچین بارونی به نظر انقدر اون ورزش دلچسب میشه که حتی میخوای بیشتر بهش پایبند باشی. من همین اینو گفتم بهتون بگم و قشنگی روز بارونی اینجا رو ببینید. رفتم توی بارون قشنگ ورزش کردم، بعدش رفتم خونه استراحت کردم، به کارام رسیدم، تصمیم گرفتم سونیا رو سورپرایز کنم دیگه، چون همش با ماشین برام میرم ترجیح دادم که الان برم پیاده کیکشو بگیرم، بادکنک بگیرم براش و اینکه بریم و شب براش بهتره کنیم. فکر کنم خیلی سورپرایزه چون اصلا انتظار نداره. یعنی من بهش گفتم که پنجشنبه جمعه هم ببینیم، یهو بره میاد خونه بعد از کلی خستگی و کار بوم هپی برثدی، ببینیم که چطور میشه. با من همراه باشین تا ویدیوی سورپرایزش رو ببینیم. من حاضر و آماده دارم میرم سمت سونیا که سورپرایزش کنه. فهمیدی؟ پشما وای قلبم داره تون میزنه. نه به خدا خولی زدمشم. مرسی خیر. امروز پنجشنبه است. بعد من قرار گذاشتم با خودم که اوکی امروز میری، اومدم اینجا زیارانه، یه جایی داره به اسم مقار. دیشب که راه افتادم اومدم اینجا گفتم که میری مثل هر روزت که قراره بری پیاده روی برو اینجا، حالا مثلا برو تو کوهی دشتی دمن. مقار یه جاییه که بهتون نشونش میدم. اولش یه شیب خیلی بلندی داره، میای میرسی به رودخونه، از بالای رودخونه یه دونه پل داره، رد میشی تیکه تیکه کوه داره. من اینجا رو فکر کنم راحت زمانی که بچه بودم میومدم، مثلا اینجوری بودم که وای خسته میشم فلان اینا. امروز پادکست رواق قسمت سخن عشقشو که راجب حافظ داشتن صحبت میکردن و داشتم گوش میدادم، بعد داشتن حافظ رو تفسیر میکردن و راجب روان درمانی هم هست این پادکست، داشتم گوش میدادم. همینجوری اومدم واسه خودم بالا و قله‌ای که هیچ وقت فکر نمی‌کردم که فتحش کنم و فتح کردم. روتین هر روزم رعایت کردم و میتونم بگم توی این نقطه‌ای که وایسادم انقدر دارم عشق میکنم و از زندگی لذت میبرم که نگم براتون. یعنی همون برمیگرده به اون داستانی که برو تو طبیعت مدیتیشن کن، ورزش کن، با طبیعت عجین شو. بعد یه جایی شد که از کوه میخواستم بیام بالا، دستم گذاشتم رو سنگ، دیدم یه عالمه حالت گیاهای خشک شده است که از سالهای خیلی قدیم مونده روی این سنگا. هیچی، انقدر دیدن اونم لذت بردم. اون چیزایی که بهتون میگفتم این است، یه وقتی من دست کشیدم روشون احساس میکردم که هنوز زندن. چقدر قشنگن آخه. اگه تو حالت عادی آدم بخواد مثلا یه جایی بره عجله داشته باشه با دوستاش باشه و هزار تا چیز دیگه، مثلا اینجوریه که مثلا راحت‌شم برسم به مقصد، ولی من امروز میتونم بگم از تک تک قدمایی که اینجا زدم لذت بردم. خواستم تو این اصلا نمیخواستم ویدیو یوتیوب بگیرم، یعنی خواستم یه حالت خلوت‌طوری با خودم باشه، ولی انقدر لذت بخش بود که گفتم به شما هم بگم. ببینید این پشتمه، این ورم سمتی که میگم رودخونه و درخت و اینجور چیزا داره. اصلا کلام وقتی که نمیتونی حرفتو
تموم کنی از یه موضوعی پری روی موضوع دیگه. شما این مشکل دارین؟ آره دیگه، در کل که به تو طبیعت عشق کنید. واقعا میتونم بگم تک تک روزایی که آدم نفس میکشه باید شکرگزار باشه و بگه خدای شکرت بابت این همه قشنگی. این هم از پایان ولاگ هفتگی ما. بریم برای شنبه و ولاگای جدید. ماچ بهتون. اگه سابسکرایب هم نکردی حتما سابسکرایب کن. کلی قرار اتفاق قشنگ اینجا بیفته.